صبح امروز کاردار سفارت آمریکا کوین کوورت با دیگر همراهانش از هنرهای مردمی شهر باستانی پنجکن دیدن کردند. با اطلس بافی و ادرس بافی و قالین بافی شناس شدند. بعداً با موضعی که عینی حال ما قرار داریم پنجکنت قدیم آمدند که اینجا گفته می شود تاریخ 1200 ساله دارد و از اینجا دیدند کردند، تاریخ اینجا را آموختند، با باستانشناسانی که اینجا فعالیت میکنند صحبت کردند و گفتند که این واقعا یک موضعی هست که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جهان مهم باشد. کاردار سفارت آمریکا کوین کوورت با دیگر همراهانش بعد دهه 5 رود رفتند و از مقبره سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی دیدن کردند. در آنجا از اشعار رودکی شعر گفتند و با کتاب‌های رودکی هم شناس شدند. سفر خود را با سیاحت اکولوژی ادامه دادند. از موضع 7 کل دیدن کردند تا کل هفتم برآمدند. با مردم دهه‌های اطراف کل‌ها شناس شدند، از تاریخ کل‌ها فهمیدند، آنجا عکس برداری کردند و نظرهای خود را هم گفتند. سفر هیئت کاری سفارت آمریکا و کمیته رشد سیاحی کشور ادامه دارد و قرار است از بازار شهر پنجکند و موضع سرازم دیدن کنند و بعد این سفر هم شما می توانید گزارش کامل را از این سفر در سامانه آزادی تماشا کنید. امرالدین علیموف، رادیو آزادی، پنجکند.